به دلیل اهمیت بالای روغن موتور تصمیم گرفتیم توی بخش جداگانه به طور کامل مشخصات روغن موتور رو براتون توضیح بدیم. اگه بخوام از اهمیت روغن موتور براتون بگم، میتونم اونو به خون که تو بدن انسانه تشبیه کنم. همونقدر که خون تو بدن انسان مهمه و دائم در جریان و تصفیه میشه، روغن هم برای موتور حیاتیه و اگه درست انتخاب نشه و یا به موقع تعویض نشه، میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری به موتور وارد کنه. به طور خلاصه از روغن برای کاهش دما و استکاک توی قطعات متحرک موتور استفاده میشه. البته روغن موتور وظایف دیگه‌ای هم مثل حفاظت از سطوح، آببندی بین پیستون و دیواره سیلن و انتقال ذرات ناخالص ناشی از سایش قطعات، تجزیه روغن و سوخت رو هم بر عهده داره. 2 درجه بندی کلی برای روغن موتور تعریف شده که درجه بندی اول مربوط به سطح کیفیت روغنه و درجه بندی دوم مربوط به گرانروی روغنه. بریم سراغ درجه بندی اول که مربوط به کیفیت روغنه و توسط انستیتوی نفت آمریکا طبقه بندی شده و با نماد API نمایش داده میشه. سطح کیفیت روغن موتور از 2 حرف تشکیل شده. حرف اول میتونه که از حروف S یا C باشه. اگر S باشه توی خودروهای بنزینی استفاده میشه و اگر C باشه توی خودروهای دیزلی و تجاری استفاده میشه. حرف دوم هم از A شروع شده و تا الان به P رسیده و هر چقدر این حرف به حروف آخر انگلیسی نزدیکتر باشه، نشون میده که سطح کیفیت روغن موتور بالاتره و توی موتورها با تکنولوژی بالاتر ازش استفاده میکنن. به عنوان مثال روغن SL در مقایسه با روغن SM سطح کیفیت پایینتری داره و از مواد افزودنی کمتری برخورداره. درجه بندی دوم سطح گرانروی روغنه. گرانروی در واقع میزان مقاومت سیال در برابر جاری شدنه. به طور مثال گرانروی عسل از آب بیشتره و دیرتر جاری میشه. خودمونیش هم میشه همون شل یا صفر بودن روغن. گرانروی روغن‌ها رو انجمن مهندسین خودرو آمریکا یا همون SAE طبقه بندی کرده و به طور کلی به 2 نوع تک درجه مونوگرید و چند درجه مولتی گرید تقسیم بندی کردن. روغن‌های تک درجه یا همون مونوگرید فقط با 1 عدد نمایش داده میشن. به عنوان مثال روغن SAE 20 و SAE 40 روغن‌های تک درجه‌ای هستن. همچنین روغن SAE 10W و SAE 20W روغن‌هایی هستن که تو زمستون ازشون استفاده میشه. لازمه که بدونید هر چقدر عدد گرانروی بالاتر باشه، روغن سفتری داریم. به عنوان مثال روغن SAE 20 در مقایسه با روغن SAE 60 روغن روونتر و شلتریه. نکته‌ای که در مورد گرانروی روغن حائز اهمیته اینه که تو دماهای مختلف گرانروی زیاد تغییر نکنه و بهتره که از یه روغنی استفاده کنیم که تو فصل سرما روونتر باشه و باعث سریعتر روشن شدن موتور و روانکاری هرچه سریعتر قطعات موتور بشه و تو فصل گرما هم خیلی روون نشه تا از فضای بین یاتاقان و میلنگ فرار کنه و به همین منظور روغن‌های تک درجه‌ای به مرور زمان جای خودشون رو به روغن‌های چند درجه‌ای یا همون مولتی گرید دادن. به روغن مولتی گرید اصطلاحاً روغن 4 فصل یا اتوماتیک هم میگن. خب ویسکوزیتی روغن به شکل SAE 5WC، 10W40، 15W40 و غیره نمایش داده میشه. به طور مثال روغن SAE 10W50 روغنیه که تو فصل سرما مثل روغن SAE 10 عمل میکنه و باعث سریع روشن شدن موتور و روانکاری هرچه سریعتر قطعات موتور میشه و تو فصل گرما مثل روغن SAE 50 عمل میکنه و گرانروی بالایی داره و از روون شدن روغن و آسیب رسیدن به قطعات موتور جلوگیری میکنه. توی انتهای این بخش توصیه میکنم برای انتخاب سطح کیفی و گرانروی روغن خودروتون به دفترچه راهنمای خودروتون مراجعه کنید و برای این اساس روغن مناسب رو انتخاب کنید. اگر دفترچه راهنما داخل خودروتون نبود، میتونید به سایت شرکت‌های خودروساز مراجعه کنید و نسخه الکترونیکی این دفترچه رو مشاهده کنید. همچنین ما سعی میکنیم مشخصات روغن یه سری از خودروهای داخلی رو براتون بذاریم.